من می‌خواستم برم سراغ عجیب ترین اسپید ران های ماینکرافت که قولش رو بهتون داده بودم و شما هم خیلی درخواست داشتید واسه اینکه ویدیوش رو بسازم، اما خب کامیونیتی ماینکرافت نمیذاره و هی اتفاقات عجیب و غریب و جدید توش میفته که مجبورم نشونتون بدم چون واقعا خاصه. و این بار یه نفر اومده چشم بسته ماینکرافت رو تموم کرده که کار جدیدی نیست، اما اتفاقیه که کم پیش میاد طبق قانون و قاعده یه چشم بسته تموم کردن بازی ها پیش بره. و این یکی رانی که الان نشونتون میدم عالیه، پرفکته و حالا میپردازیم بهش. منتها یه نکته که در موردش وجود داره تو وبسایت speedrun.com که اخیراً خیلی کانتنت در موردش ساختم، کلا یه پلی لیست جدا براش در نظر گرفتم و تمام ویدیوهاش رو ریختم اون تو. در نتیجه میتونید سر بزنید به پلی لیستش و ویدیوهای قبلی رو ببینید، خیلی آموزنده است، خیلی کانتنت جالبی توش میتونید پیدا کنید و من فکر کنم این پنجم ششم ویدیویی که ساختم و حتما ادامه میدم این سری ها رو. خلاصه اینجا ثبت نشده، یعنی برخلاف تمام اسپیدران های دیگه‌ای که معمولا توی این وبسایت ثبت میشن، میتونم حدس بزنم دلیلش اینه که خب چون خیلی ها نمیرن سراغ این کاتگوری، شاید مثلا کلا چند نفر باشن که انجامش میدن، تا به حال این مکالمه شکل نگرفته که آقا این کاتگوری به وبسایت speedrun.com اضافه بشه، اسمش بلایند فولدده و برای تمام بازی ها هست، مثلا برای سولز لایک ها، الدن رینگ، فلان بیسار که مثلا همین اسکورپیون توی ایران داره انجامش میده، برای اون سری بازی ها یا کلا تو جهان خیلی دیگه مرسومه چشم بسته تموم کردن بازی ها. برای یه سری ها خیلی سخته، برای یه سری ها آسونه، اوکیه. تو برای ماینکرافت چجوریه؟ بیاید با هم دیگه یه نگاهی بندازیم به این ران. حالا الان چشم بندش روی دهنش واسه این که باید یک جهان رو جنریت کنه. نکته اول، رندوم سید نیست، ست سیده، یعنی این فرد روی سیدی بازی میکنه و تلاش میکنه این رکورد رو بزنه که بارها روش تمرین کرده. ویدیو شروع میشه، چشمهاش رو بسته شروع میکنه به سمت چپ حرکت کردن، میخواد برسه به نقطه‌ای که میدونه مستقیم رو به جلو حالا باید بره. طبیعتاً اندازه‌گیری کرده توی ذهنش و حافظه تصویری خیلی خوبی میطلبه تموم کردن بازی‌ها به صورت چشم بسته و اینکه شما باید خیلی چیزها رو حفظ کنید. یعنی حواستون باشه که وقتی بازی رو شروع میکنم مثلا 20 بار باید به سمت چپ بپرم، بعد باید مثلا در عرض 30 ثانیه به جلو حرکت کنم، بعد این کارو انجام بدم و تمام اینها توی ذهن و داره مرور میشه. هیچ لیستی، صدایی، چیزی وجود نداره که راهنماییش کنه. اینا جزء قوانینیه که باعث میشه اون ران ثبت بشه به عنوان یک ران بلایند فولد. میرسه به اینجا صدا خیلی مهمه توی بازی و کلا توی اسپید ران کردن و ماینکرافت هم صداهای خوبی داره، تفکیک شده است، بلاک های مختلف صدای مختلف میدن، چه لمسشون کنی چه روشون بدوی. اینجا میرسه به اولین سازه، با مشت تست میکنه، میبینه کابلستون میاد سمت چپ، اولین لاگ رو برمیداره. این احتمالاً از سر تمرینی که میدونه با چه زاویه‌ای باید بیاد عقب. روی کنسول داره بازی میکنه با کنترلر ایکس باکس و چیزی که دغدغه منه و درکش نمیکنم درست اینه که چطوری میدونه که یعنی خیلی باید با کنترلر دقیق کار کنه که یه وقت راه رفتنش انحراف پیدا نکنه، وگرنه تمام این ران به مشکل میخوره. کرافتینگ تیبلش رو میسازه، یه دونه شاول، یه دونه پیککس. اول رفت چپ یه سری برف رو جمع کرد که فکر کنم برف‌ها رو میدونم جلوتر به چه دردش ممکنه بخوره. خیلی جالب اندازه‌گیری کرده همه چیز رو و با لبه بلوک ها داره پیش میره. میبینید چطوری الان میشنوه صدای افتادن رو. یه موزیک خیلی تندی روی ویدیو گذاشته که احتمالاً جایگزین میشه داخل ادیت و برای همین ما نمیتونیم صداهایی که اون فرد میشنوه رو بشنویم. مطمئنم که میتونید حدس بزنید چه صدایی مجددا میاد. حتی فکر کنم با چمن‌ها، یعنی صدایی که شکوندن چمن‌ها تولید کردن، شاید اینجا رو شناخت و اینجا پیدا میکنه که تو گوشه فنس هایی که بهشون رسیده باید بکنه و بره پایین. اینجا جالبه که استیک قرار گرفته بین پیککس و شاولش و این باعث میشه که کمی پروسه کندن اینها سخت واسش بشه، اما خب شمشیرش رو هم میسازه و الان میدونه که باید سویچ کنه روی این. جالب بود که مستقیم رفت روی پیککس و مثلا روی درد. شاید البته میدونست، شاید تو ذهنش این محاسبات رو داره که چند تا از هات بارش پر شده. در میره پایین و 2 دقیقه و 37 ثانیه است. اینجا نمیدونم چرا این کارو کرد، من متوجه نشدم. میکنه همچنان. چرا داره میکنه و میره پایین؟ دلیلش اینه که اینو تو ویدیوهای قبلی اسپیدران بدراک گفته بودم که توی ورژن بدراک ادیشن احتمال اینکه استرانگهولد زیر ویلیج باشه به شدت زیاده و تمام رانرها اول میرن سراغ یه دونه ویلیج، لوتشون رو برمیدارن، هر چیزی که میخوان رو پیدا میکنن و مستقیم میکنن میرن پایین و عموما به استرانگهولد میرسن و اینم دقیقاً همونه. حالا چون ست سیده دیگه طرف مطمئنه طبیعتاً بابت اینکه آقا استرانگهولد زیر این سید وجود داره. تو خیلی پایینه دیگه، یعنی یه مسافت زیادی رو باید بکنه تا به استرانگهولد برسه. حالا اگه بخوایم مرور کنیم که چه مراحل دیگه‌ای وجود داره، طبیعتاً باید بره دنبال بلیز که بخواد آی آف اندر ها رو کرافت کنه. قبل از اون باید اندر
پرل داشته باشه که معمولا توی اسپیدران کردن با ترید توی ندر با پیگلین های بسشن اتفاق میفته و تمام این مسیرها رو باید طی کنه برای اینکه بتونه 12 تا آی آف اندر داشته باشه و پورتال اند رو روشن کنه. منتها میتونه این مسیر رفتن به ندر رو ازش بگذره، اسکیپ کنه و چطوری میتونه این کار انجام بده و باید چه چیزی وجود داشته باشه. خب بذارید اینجا رو توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد. داخل ماینکرافت این شانس وجود داره که شما زمانی که به پورتال اند میرسید هر 12 تا چشم به صورت پیشفرض داخل فریم اون پورتال قرار گرفته باشه. احتمالش چقدره؟ ما داریم در رابطه با RNG صحبت میکنیم. RNG میشه Random Number Generation و به این معنیه که شانس داخل بازی‌ها چه شکلیه. ماینکرافت خیلی شانس داخلش وجود داره. زمانی که یک جهان داره جنریت میشه و به نقطه‌ای میرسه که استرانگ هولد بخواد داخل اون مپ سیدی که شما جنریت کردید قرار بگیره، بابت هر کدوم از بلاک های این فریم 10% احتمال وجود داره که آی آف اندر توش قرار بگیره. و ما داریم در رابطه با 12 تا بلاک برای این فریم صحبت میکنه. یعنی احتمال این که این پورتال روشن باشه به صورت پیش‌فرض زمانی که شما به پورتال رو میرسید یک چیزی حدوداً 1 در 10,000 میلیارده. یعنی میخوام بهتون بگم انقدر نایاب، کمیابه، اصلا یه استثناء محسوب میشه. اون تو طبیعتاً چون این ران ست سید صورت گرفته این فرد میدونسته که این پورتال این ویژگی رو داره و اگر این ویژگی رو نداشت اصلا محال بود که بتونه ماینکرافت رو تموم کنه. واردش میشه، خب میاد بالا. این یکی از ویژگی های ورژن بدراک ادیشن، زمانی که فکر کنم با موس و کیبورد و کنترلر فکر کنم فرق نمیکنه. شما فقط کافیه که کنترلر رو توی زاویه‌ای که بلوک ها پشت سر هم چیده شدن نگه دارید و خودش بلوک بعدی رو میذاره و به این شکل گرید زدن به شدت ساده است. خب الان میرسه. خب ببینید اصلا میبینید انحراف نداره حرکتش، همش توی یک خط صاف میره و میاد. این برای من خیلی جالبه که چجوری اینو کنترل میکنه. میرسه به تاور و اینجا فکر کنم داره با خودش مرور میکنه که الان کجاست واسه اینکه یادش بیاد باید چی کار کنه. دوباره ادامه میده این مسیر رو، طبیعتاً چون سرش پایینه به هیچ اندرمنی برخورد نمیکنه. میرسه به گوشه پورتال و این دوباره کاریه که معمولا اسپیدرانرهای بدراک ادیشن انجام میدن. میتونن این گوشه رو بکنن، یه بلاک بذارن زیر پاشون، برفی که اونجا براشته بود اینجا به کار میاد و این رو قبلا دوباره در موردش صحبت کردم. توی ورژن بدراک ادیشن کافیه که شما یک پرتابه‌ای رو مثل برف، مثل نمیدونم اندر پرل، هر چیزی رو به ناحیه‌ای بین گردن و سر اندر دراگن پرتاب کنید و بزنید. این شکلی دمیجی که با هر آیتمی به اندر دراگن وارد میکنید تقریبا 3 برابر میشه و این یه گلیچ خیلی مرسوم بین اسپیدرانر هاست که فیکس هم نشده دیگه، روی ماینکرافت فعلا هست. الان بحث اصلی اینجاست که چجوری زاویه اژدها با زاویه این فرد همراستا میشه. چون ببینید هی داره با شمشیر میزنه و بهش نمیخوره و این دیگه یه جورای شانسیه. ببینید الان برخورد کرد، برفه کارو انجام داد. الان ببینید چه دمیجی داره میخوره بابت یک شمشیر سنگی. اژدها از پرج در میاد، به این حالتی که اژدها میرسه به زمین میگن پرج. الان بلاک زیر پاش رو میشکنه که وقتی اژدها دوباره پرج میکنه دمیج نزنه و پرتابش نکنه. مجددا شروع میکنه به بالا پریدن، دوباره از این حالت خارج میشه و میره. اگر مثلا تخت و اینا داشت طبیعتا میتونست درجا بکشتش و دیگه اژدها به این مرحله نمیرسید که بخواد فاصله بگیره. دوباره میشنوه که اژدها پرچ کرده، آیا شانس این رو داره که این بار تمامش کنه؟ دوباره میره. نه همه شانس دیگه. اینجا زمانیه که ممکن بود اژدها توی حالت پرج بمونه و مثلا رانش خیلی سریعتر تموم شه یا زاویه‌اش درست باشه. اینا دیگه شانسه. اینا همون شانسیه که من بارها گفتم خیلی توی اسپیدران مهمه. این اندرمنه میتونست دردسرساز بشه اگر یک قدم اومده بود جلوتر و دمیج میخورد. طبیعتا اذیتش میکرد، منتها این اتفاقم نمیافته. یعنی مسیر مشخصه، اما اینکه انتیتی ها چی کار میکنن چیزی که غیر قابل پیش بینیه و نمیشه زیاد روش حساب کرد چون حساب و کتابی هم نداره. و دوباره یعنی اگر مجددا تلاش کنه روی این سید میتونه قطعا رکوردش رو بشکنه. شاید جالب باشه بدونید که رکورد قبلی بلایند فولد تموم کردن ماینکرافت دست همین فرد بوده، اما این بار 30 ثانیه رکوردش رو بهتر میکنه. بازی تموم میشه و رکوردش چند ثبت میشه؟ فکر کنم 6 و 45 فکر کنم ثبت میشه. ایکس پی رو میگیره و میشنوه که ایکس پی رو گرفته، متوجه میشه که اندر دراگن رو کشته، میاد جلو و 6 و 45. آره سخت بود. نظر شما چیه؟ به نظرتون میتونید به این شکل ماینکرافت رو اسپیدران کنید؟ اگر آره تامز آپ بذارید داخل کامنت. تا دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.